به کف محدوده 15479 دلار رسیدیم. از این کف انتظار داریم که این کف به سمت بالا حرکت بکنه و میدونیم که این کف در گذشته سقفی داشته که این سقفش هم 25212 دلاره. الان قبل از اینکه بخوایم نقاط آبیمون رو پیدا بکنیم و نقطه آروبی رو به شما نشون بدیم و بگیم که این کف 15479 چقدر میتونه به سمت بالا حرکت بکنه، قبل از این من اول وارد اینستاگرام میشم. خب این اینستاگرام، من هایلایت فیوچر رو باز میکنم. این ببینید این استوری توی 6 دسامبر 2022 گذاشته شده و با توجه به چیزی که داریم میبینیم ما 25206 سقفی داشتیم که ازش انتظار ریزش به سمت پایین رو داریم که این سقف 25206 در گذشته کف 22382 رو داره و اگه از سقف 25206 ما انتظار ریزش به سمت پایین رو داشته باشیم، توی این تصویر دارید نقطه A رو B رو میبینید و ما این نقطه A و B رو تو ویدیو قبلی کامل توضیح دادیم که A از کجا اومد، B از کجا اومد، ولی بر اساس این نقطه A و B نقطه A و B رو پیدا میکنیم. اون خط رو، این خطه که A به B وصل میشه رو میذاریم روی سقف 25206 و اینجا یه آ پریم به پریم درست میشه و ما متوجه میشیم که قیمت تا محدوده 15800 اینا میتونه به سمت پایین حرکت بکنه. ضمن اینکه توجه داشته باشید قیمت حال بیت کوین الان تو این عکس 21248 و هنوز نیومده به سمت پایین، یعنی هنوز حتی 16000 تا هم ندیده. ولی خب با توجه به این سناریویی که دارید میبینید قیمت میتونه تا 15800 اینا به سمت پایین حرکت بکنه. خب من الان یه اسلاید میرم جلوتر. این اسلاید، توی این اسلاید تارگت اول که همون 15800 تا بوده و یه تارگت دوم و یه تارگت سومی رو ما اینجا اضافه کردیم. تارگت دوم 45 دلاره، تارگت سوم منفی 20000 دلار. این تارگت دوم هیچ چیز خاصی نداره. من این تارگت دومو، یعنی اون نقطه آی که گذاشتم، هیچ دلیل خاصی نداره اونجا باشه. من همینجوری گذاشتم که اگه یه موقعی مثلا در آینده قیمت شد 45 دلار، بگم آقا من اینجا گفته بودم میشه 45 دلار. ولی اینجا چیزی که مهمه اینه که یا تارگت اول درسته یا تارگت سوم. تارگت سوم که درست نیست، دلیلش در ویدیو قبلی گفته شده. توی ویدیو شماره 22 دلیل این که تارگت سوم درست نیست گفته شده و با یه دو تا چارت ساده هم میشه فهمید که اگه قرار باشه قیمت بشه منفی 20000 تا، بیت کوین نابود میشه و خب بیت کوین هم که قرار نیست نابود بشه، پس نباید تارگت اول به سمت پایین شکسته بشه. و اگه تارگت اول به سمت پایین شکسته بشه و مثلا چون محدود است دیگه، من نمیتونم بگم 15800 تاه، شد 15700 تا، تارگت اول رد میشه، یه محدوده ایه. و میشه گفت که اگه قیمت به زیر 15000 تا برسه، یعنی بشه 14999، اون وقت تارگت اول خط میخوره و قیمت به سمت تارگت سوم حرکت میکنه. ولی خب تارگت سوم دیگه نابودی بیت کوینه و قرار نیست بیت کوین نابود بشه. دلیل اینکه چرا تارگت سوم درست نیستم تو ویدیو قبلی گفته شده و اینجا هم نوشتم دیگه، خطرات احتمالی بیت اگه تارگت اول رو رد کنه، یعنی اگه قیمت بیاد زیر 15000 تا، که قیمت زیر 15000 تا هم نیومد و اینجا قیمت الان با توجه به این عکس 21275 هنوز به تارگت اول نرسیده، یعنی هنوز نیومده پایین که من ببینم تارگت اول رو میخواد رد کنه پایین یا نمیخواد رد کنه. ولی چیزی که مشخصه یا تارگت اول درسته یا تارگت سوم. ما باز اینجا بودیم، ما باز یه دونه اسلاید دیگه میریم جلوتر، به این اسلاید میرسیم. تو این اسلاید نوشتم اصلاحیه تارگت اول در صورت درست بودن. چرا؟ چون قیمت
به کف 15479 رسیده، یه مقدار بالا اومده و اینجا میگیم اگه کف 15479 درست باشه قیمت دیگه نباید برگرده پایین. اگه قیمت برمیگشت پایین دیگه این تارگت اول خط میخورد و من اینجا نوشتم اصلاحیه تارگت اول به خاطر اینکه ما به تارگت رسیدیم. ما توی اینجا هم همون تارگت اوله ولی قیمت 21248 یعنی هنوز نیومده پایین، ولی اینجا قیمت کف 15479 زده و ما همین تارگت اول رو احتمال 99% میدادیم که همین تارگت اول درست باشه و قیمت دیگه از این پایین تر نره، چون اگه میخواست بره پایین تارگت سوم درست میشد و کلا بیت کوین نابود میشد. اینم از این اسلاید. ما یه اسلاید جلوتر میرسیم به این اسلاید. در این اسلاید، این اسلاید هم تایم فریمش ماهانه است. در این اسلاید کف 15479 زده شده و گفته شده که اگه این کف به سمت پایین شکسته نشه قیمت میتونه تا محدوده 32500 اینا بالا بیاد. حالا اینجا یه نکته خیلی مهمه. این موقعی که این اسکرین شات از روی چارت بیت کوین گرفته شده، یعنی تو زمان حال همین عکس، ما تایم فریم های 3, 6 و 12 ماهه رو به صورت رایگان در چارت بیت کوین نداشتیم. یعنی ما اگه تایم فریم چارت رو باز میکردیم تهش ماهانه بود، دیگه ما 3 و 6 و 12 رو نداشتیم. چون 3 و 6 و 12 رو نداشتیم تهش باید ماهانه حساب میکردیم و اگه ما بخوایم ماهانه حساب و اگه ما میخواستیم توی تایم فریم ماهانه نقطه آ رو در بیاریم بعد بستش کنیم به بی، قیمت تا 32500 تا میتونست به سمت بالا حرکت بکنه و خب این هواپیما هم اینجا کشیده شده که قیمت دیگه قرار نیست از این پایین تر بیاد و ما قراره به سمت بالا حرکت بکنیم و این کف 15479 به سمت پایین نخواهد شکست. یه اسلاید دیگه جلوتر میرم به اینجا میرسیم. ببینید اینجا توی این زمان که اسکرین شات گرفته شده از چارت، ما تایم فریم 3, 6 و 12 ماهه به صورت رایگان در پلتفرم چارت اومده و ما میتونیم به صورت رایگان اونا رو ببینیم. بنابراین 3 و 6 و 12 ماهه هم برای ما مهمه و بر اساس این خطایی که میبینید کشیده شده یه تارگت اول داریم، یه تارگت دوم داریم، یه تارگت سوم داریم. تارگت اول و دوم که احتمالشون کم بود و اصل چیز این تارگت سوم بود که قرار بود قیمت رو به سمت 33400 حرکت بده. یه اسلاید دیگه میرم جلو. اینجا من دارم میگم که ماکسیموم حالتی که قیمت از کف 15479 میخواد به سمت بالا حرکت کنه، این کف 15479 که میخواد به سمت بالا حرکت بکنه، ماکسیموم قیمتی که میتونه بره 35138. اما خب ما الان میدونیم که قیمت از 35138 فراتر رفته. بنابراین وقتی که قیمت در حال بالا اومدن بود و 36000 تا رو زد، یعنی که این تارگت اشتباهه، یعنی که ما یا نقطه آ رو اشتباه به دست آوردیم یا نقطه بی رو اشتباه به دست آوردیم. بعد رفتیم بررسی کردیم فهمیدیم که کدومش اشتباه بوده. بنابراین من اگه یه اسلاید جلوتر بخوام برم، خب توی این اسلاید اینجا من این پایین نوشتم که اصلاحیه. چرا نوشتم اصلاحیه؟ چون قیمت از 35000 تا فراتر رفت، یعنی اون تارگت خط خورد. حالا یا نقطه آ اشتباه بود یا نقطه بی اشتباه بود، ولی الان که قیمت 42637 ما متوجه میشیم که 3 تا تارگت اینجا درست میشه. تارگت اول محدوده 48000 تا، تارگت دوم محدوده 64000 تا، تارگت سوم محدوده 84000 تا. باز این تارگت دومی که داریم اینجا میبینیم هیچ دلیل خاصی نداره که بخواد قیمت تا تارگت دوم حرکت بکنه، اما من باز همینجوری این تارگت دوم رو گذاشتم که اگه مثلا شانسی قیمت رسید به 64000 تا بگم من اینو گفته بودم. ولی خب الان این تارگت دوم رو خط بزنید، ما
یا تارگت اول داریم یا تارگت سوم داریم. یعنی قیمت یا باید به 48000 تا برسه، بعد سقف خودش رو بزنه بریزه به سمت پایین، یا اگه 48000 تا بشه 49000 تا، حتی اگه قیمت تا 20000 تا هم میومد پایین، باز مجبور بود برگرده به سمت تارگت سوم. چون اگه قیمت از 48 برسه به 49، تارگت اول خط میخوره و تارگت سوم باقی میمونه. یه اسلاید دیگه حرکت میکنیم به سمت جلو، به اینجا میرسیم. ببینید اینجا تارگت اول ما 48000 تا بوده، اما قیمت تونست تا 49000 تا بالا بره و تا 49000 تا رفته بالا، بعد برگشته پایین. الان قیمت 43000 تاه و ما میدونیم که این قیمت وقتی 43000 تاه، قیمت مجبوره به سمت تارگت سوم حرکت بکنه. چرا؟ چون تارگت اول خط خورد، یعنی 48000 تا شکسته شد به سمت بالا. ما قیمت 49000 تا رو دیدیم که بعد این 49000 تا قیمت تا 38000 تا اصلاح داد و بعد برگشت به سمت بالا. حالا اینجا برنگشته به سمت بالا، تو اسلاید بعدی میبینیم که قیمت مجبور شده که برگرده به سمت بالا. الان من اگه یه اسلاید دیگه برم جلوتر، به این میرسم. اینجا کف 15479 داره حرکت میکنه به سمت بالا و تا محدوده 80 تا 85000 دلار مجبوره که به سمت بالا حرکت بکنه و هنوز قیمت به 80000 تا نرسیده. الان قیمت 66154 با توجه به این چارتی که داریم میبینیم. ولی ما میدونیم که این کندل قرمز 3 ماهه حتی اگه بیاد پایین تا 30000 تا هم بخواد بیاد پایین، مجبوره برگرده به سمت بالا. چرا؟ چون تارگت اول منو رد کرد و الان من از این کف 15479 انتظار دارم که به سقف یا 81357 یا 84479 حرکت بکنه. اگه قیمت بیاد بالا و 82000 تا رو ببینه، اون وقت تارگت اول خط میخوره و فقط تارگت دوم میمونه که 84479. خب ما باز برمیگردیم به برنامه تریدینگ ویو که نقطه آ و بی رو به شما نشون بدیم و بگیم که این 84000 تا از کجا در اومده. خب ما الان در این چارت از کف اینجا، از این کف 15479 انتظار صعود به سمت بالا رو داریم و برای تعیین نقطه آ تایم فریم باید در حالت 6 ماهه قرار بگیره. این تایم فریم 6 ماهه، این کف. من از این کف وقتی انتظار صعود به سمت بالا رو دارم، برای تعیین نقطه آ، این خط رو هم پاک کنم. اینجا برای تعیین نقطه آ من میام گذشته قیمت رو نگاه میکنم تا به یک کندل سبز برخورد بکنه و خب اینجا این نقطه و این کف من به یک کندل سبز برخورد کرد. حالا به اولین چیزی که توجه میکنیم اینه که بعد این کندل سبز آیا سایه‌ای از بالا به سمت پایین زده شده یا نه. اینجا بعد کندل سبز ببینید این کندل و کندل‌های قبلیش، بعد این کندل سبز هیچ سایه‌ای نتونسته از بالا کف منو به سمت پایین بزنه بعد برگردونه بالا. پس در چنین شرایطی ما باید پشت این کندل سبز رو نگاه بکنیم و اگه بخوایم پشت این کندل سبز رو نگاه بکنیم، اول میگیم که وقتی کف ما به یک کندل سبز برخورد میکنه، ما میایم پایین ترین حالت این کندل سبز رو که میشه اینجا، اینو با رنگ زرد نشون میدم. من وقتی گذشته کفی که ازش انتظار صعود به سمت بالا رو دارم و نگاه میکنم به یک کندل سبز برخورد میکنه،
میام پایین ترین حالت کندل سبز رو یه نقطه میکشم، یه خط افقی میکشم، اینجا رو یه نقطه در نظر میگیرم. بعد میام پشت کندل سبز رو نگاه میکنم. ببینید پشت کندل سبز قیمت شکسته شد به سمت پایین و میتونیم بگیم که تا پایین ترین جایی که میتونه بره و برگرده بالا میشه نقطه آ. اما اینجا یه اختلافی وجود داره، اونم اینه که وقتی گذشته کف رو نگاه میکنیم به کندل سبز برخورد میکنه، پشت این کندل سبز یه سایه قرمز رد شده به سمت بالا. اینجا ما یه سایه سبز رو نتونستیم رد کنیم به سمت بالا. درسته پشت این سایه قرمز یه سایه سبزه، اما خب اولین ریاکشن پشت این کندل سبز مهمه که یه سایه قرمز رو رد کرده به سمت بالا. اگه این سایه قرمز سایه سبز بود، من مطمئنا میتونستم بگم که نقطه آ میشه پایین ترین حالت این کندل. اینم با رنگ نارنجی نشون میدم. حالا چرا؟ به این دلیل که من کف و گذشته‌شو نگاه میکنم، به یک کندل سبز برخورد میکنه، پایین ترین حالت این کندل سبز رو نگاه میکنم. چرا میگم پایین ترین حالت این کندل سبز رو نگاه میکنم؟ چون این کندلیه که از اینجا شکسته شده، این کف منو شکست به سمت بالا. پس پایین ترین حالت این کندل رو یه نقطه میزنم. بعد میام نگاه میکنم ببینم پشت این شکسته میشه به سمت پایین یا نه، که آقا پشت این الان اینجا شکسته شد به سمت پایین. بدنه‌های کندل پشت این نقطه، این بدنه‌ها شکسته شدن به سمت پایین. پس تا پایین ترین جایی که میتونه بره و اینجا باشه، بعد یه سایه سبز بیاره به سمت بالا. اما خب اینجا الان سایه قرمزه. پس اگه این سایه که قرمزه سبز بود، یعنی این سایه سبز به سمت بالا زده میشد، من مطمئناً میگفتم که نقطه آ میشه پایین ترین حالت این کندل قرمز یا 3122. چرا؟ چون پشت کفم رو نگاه میکنم به یک کندل سبز برخورد میکنه، از جلو هیچ سایه‌ای از بالا به سمت پایین نیامده، بنابراین پشت کندل سبز رو نگاه میکنیم و پشت کندل سبز، خود این کندل سبز پایین ترین حالتش رو یه خط میکشیم، یه نقطه درست میکنیم، این نقطه. بعد پشت این نقطه رو اگه بخوایم نگاه بکنیم قیمت میشکنه به سمت پایین تا پایین ترین جایی که میتونه بره اینجا باشه و بعد یه سایه سبز رو بیاره به سمت بالا. اما خب الان اینجا این سایه سبز نیست بلکه قرمزه و من فکر میکنم که مشابه این که ما از پشت یک کندل سبز یه سایه قرمز به سمت بالا بزنیم، فکر میکنم مشابه شبیه این بشه که از جلوی این کندل سبز یه سایه قرمز به سمت پایین بزنیم. حالا نمونه این توی تایم فریم روزانه هستش. من عقب تر بخوام برم یه کفی رو میخوام بهتون نشون بدم، اونم این کفه. ببینید این کف وقتی من گذشته‌ش رو نگاه میکنم قیمت از پایین شکسته میشه بالا. اینجا این کف منه دیگه، این خطی که اینجا کشیده شده افقیه کف منه. گذشته‌ش رو نگاه بکنم به یک کندل سبز برخورد میکنه، قیمت در تلاشه که این کف رو به سمت بالا رد بکنه و با این کندل که پایین ترین حالت و بالاترین حالتش روی کفه میره بالا ثبت میشه، بعد یه سایه قرمز به سمت پایین میزنه که این یعنی این که آی ما مساوی صفره، یعنی آی ما پایین ترین حالت ممکن قیمتیه که صفره و ما خب از صفر پایین تر نداریم. حالا برگردیم به کف خودمون. اینجا درسته که وقتی من کف و گذشته‌شو نگاه میکنم میشکنه به سمت بالا، اما هیچ سایه قرمزی رو به سمت پایین نمیاره که من بخوام آ رو صفر بگیرم. اما من فکر میکنم مشابه این که یه سایه قرمز از بالا به سمت پایین زده بشه، عین این میمونه که من الان بگم من کف و گذشته‌شو نگاه میکنم
به یک کندل سبز برخورد میکنه. بعد که میاد پایین از پشت کندلی میزنه که پایین ترین حالت و بالاترین حالتش زیر این کفه و از پشت این کندل سبز یه سایه قرمز رو میاره بالا و فکر میکنم در چنین شرایطی باز ما باید آ رو 0 بگیریم. اما خب اینجا نقطه آ، ببینید اختلاف 0 با 3122، اختلاف این دوتا میشه چی؟ میشه این کفی که میخواد به سمت بالا حرکت بکنه میشه اینجا. من اگه آ رو 0 بگیرم به 84479 میرسم، اگه 3122 بگیرم میرسم به 81357. بالاخره یا این درسته یا این درسته، چون چیز دیگه ای نداره. خب پس اینجا ما متوجه شدیم آ یا 0 یا 3122. 3122 فکر نمی کنم باشه، به خاطر اینکه این سایه باید سبز به سمت بالا زده می شد و الان چون قرمز زده شده گفتم که این احتمالاً مشابه حالتیه که ما از جلوی این کندل سبز که یه سایه قرمز به سمت پایین می زدیم، الان از پشتش یه سایه قرمز به سمت بالا زدیم. و خب وقتی که من آ رو 0 می گیرم یعنی پایین تر از این دیگه اندازه ای نیست، من از این بخوام برم پایین تر دیگه میشه 0، میشه منفی، دیگه منفی که نمیتونیم بشیم، پس از 0 پایین تر نداریم. نقطه آ اینجا 0. برای تعیین نقطه B من اگه تایم فریم هفتگی رو واکنم، ببینید اینجا نبود، اینجا بود. برای تعیین نقطه B ما اینجا یک کفی داریم، ازش انتظار صعود به سمت بالا رو داریم. این کف در گذشته سقفی داشته و خب الان یه حالت استثنائیه که من نمیتونم بگم این سقف داره حرکت میکنه به سمت این کف بعد من بیام یه نقطه B برای خودم تعیین کنم. اینجا در حالت خیلی استثناء نقطه B بین کف و سقف گذشتهش نیست، بلکه نقطه B اینجا میشه 69000 تا، یعنی بالاترین حالت قیمتی بیت کوین. پس من وقتی از این کف انتظار صعود به سمت بالا رو دارم، میدونم که نقطه آی من 0، این ببخش اشتباه شد اینو بزنم، من اینجا نقطه آ رو 0 میگیرم، نقطه B رو چند میگیرم؟ نقطه B رو میگیرم 69000 دلار. خب ببینید من پایین ترین حالت قیمتی و بالاترین حالت قیمتی رو به هم وصل کردم. خب از 0 پایین تر نداریم، از 69 بالاتر هم نداریم. کل این 0 تا 69 رو ور میدارم میذارم روی این کف و میتونم انتظار داشته باشم که همین مقدار به سمت بالا حرکت بکنه. من این بذارم اینجا. خب این اندازه رو گذاشتم رو کف، میخوام ببینم چقدر به سمت بالا حرکت میکنه. خب همونطور که میبینید من این خط رو گذاشتم، این خط قبلا وجود داشت، من این خط رو گذاشتم و خب اینجا رو بخوام زوم بکنم قیمت میرسه به 84479 و من دیگه نمیتونم از این بیشتر انتظار داشته باشم قیمت به سمت بالا حرکت بکنه. ولی خب نکته اینجاست که اگه قیمت بگیم 85,200، این خطم میذارم بنفش. خب اینجا در این حرکت که قیمت داره از این کف به سمت بالا حرکت میکنه و قراره به سقف 84500 اینا برسه، اگه قیمت بیش از اندازه بیاد بالا و این 85200 رو بشکنه به سمت بالا، کل این سناریو کنسل میشه.
یعنی کل این سناریو غلط از آب در میاد. باید بریم ببینیم نقطه آ رو اشتباه به دست آوردیم یا نقطه بی رو. اما خب من دارم اینجا میگم که من این کف و گذشته‌شو که نگاه کردم تو تایم فریم 6 ماهه، آ رو 0 به دست آوردم. یعنی دیگه اشتباه بیشتر از این که نمیشه، از 0 پایین‌تر که دیگه نمیتونم برم. اینو 0 گرفتم. نقطه بی رم گرفتم $69,000. دیگه از این بالاتر نداریم که کل چیزی که وجود داشت و من گذاشتم روی این کف تا قیمت بیاد بالا و به محدوده $84,500 برسه. اینجا من قبلا یه خط سفید گذاشتم، پس اینو پاک میکنم. تایم فریم هم بذاریم رو حالت دوباره 6 ماهه. یه بار دیگه بگیم که ما از این کف انتظار صعود به سمت بالا رو داشتیم. توی همین تایم فریم 6 ماهه آ رو 0 به دست آوردیم و نقطه بی هم نقطه ای نیستش که بین این کف و سقف گذشتش باشه، بلکه اینجا در حالت استثناء نقطه بی بالاترین حالت قیمتی یا همون $69,000. پس من از 0 تا 69 یه خط به هم وصل میکنم، میذارم روی این کف تا ازش انتظار صعود به سمت بالا رو داشته باشم. و خب تا وقتی که این الان قیمت تونسته اینجا توی این تایم فریم 6 ماهه این کندل تونسته تا محدوده 73,800 اینا بیاد بالا. حالا بعد دوباره اصلاح خورده رفته پایین، اما به نظر من در نهایت قیمت باید به سمت حالا یا این 81,300 یا این 84,500 برسه. این 84,500 آش 0 بوده که تا اینجا اومدیم. حالا اینو چرا گذاشتم؟ اینو گذاشتم که اینجا واسه موقعی بوده که آ رو ما 3122 میگرفتیم. به نظر من اشتباهه، چون پشت این کندل سبز یه سایه قرمز زده شده. اگه یه سایه سبز زده میشد مطمئن میگفتم که 3122 نقطه آ. اما چون به نظر من اشتباهه آ رو 0 گذاشتم. ولی خب بالاخره اینم من اون بالا گذاشتم واسه این نقطه 3122 و من اینو اینجا گذاشتم. و خب الان هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، باید روی سناریوی خودمون پایبند باشیم تا وقتی که قیمت بیاد و این 84,500 رو بزنه. اون موقع اگه قیمت تا 85,200 نتونه بره و اینجا رو یه سقف در نظر بگیره، بعد بخواد به سمت پایین حرکت بکنه، اون موقع برای ادامه روند و اینکه چارت وقتی سقف 84,500 رو زد بعد چه اتفاقی میفته، الان ما 84,500 رو نمیبینیم، هنوز قیمت نرسیده. باید صبر کنیم بیاد بالا، برسه به این محدوده، ببینیم این محدوده سقف میشه یا میشکنه به سمت بالا. اگه بشکنه به سمت بالا کل این سناریو کنسل میشه. اما اگه بیاد و مثلا تا 84,700 بیاد بعد برگرده پایین، ما تا اونجایی که رفته رو به عنوان سقف در نظر میگیریم و بعدش ادامه روند که چه اتفاقی میفته رو میتونیم با هم دیگه بررسی بکنیم. پس فعلا باید صبر بکنیم تا قیمت به این محدوده 84 یا 81 برسه.